نیای دبی و کلی پول از دست ندی به حرف من نمیرسی. این دبی ماله یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان. اینم برج خلیفه است، بلندترین برج جهان. کل این منطقه رو بگرد ببینم چند تا نیروی ایرانی اینجا مشغول به کار هستن. به تعداد انگشتای دست نمیرسن. حالا استثناء چی هستن؟ یا از سالها قبل اقامت کاری یا کارمندی داشتن یا اقامت خانوادگی دارن. حالا راهش چیه؟ قبل از اقدام به انجام هر کاری یک سفر چند روزه تشریف میارید دبی و در زمینه شغلی که میخواین اینجا شروع فعالیت کنید تحقیق و بازارسنجی میکنید. اگر به نتیجه نرسیدید که چیزی از دست ندادید برمیگردید ایران. اما اگر به نتیجه رسیدین این 3 مرحله پیش روی شماست. 1. با هزینه خودت باید در زمینه شغلیت ثبت شرکت کنی و اقامت بگیری. 2. بتونی حداقل تا 6 ماه تا به اولین درآمدت برسی اجاره خونه و هزینه‌های زندگیت رو خودت پرداخت کنی. 3. خودتون باید کسب و کار راه اندازی کنید و سرمایه متناسب با اون کسب و کار رو تأمین کنید. 2 تا مورد اول حدود 1 تا 2 میلیارد برای شما هزینه داره و با توجه به این همه نیروی کار ارزون از ملیت‌های مختلف پیدا کردن کار با درآمد کافی برای ما ایرانی‌ها مشکل هست. پس به ایرانی ویزای کار و اقامت کارمندی نمیدن.